السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، پدران و مادران گرامی، برادران و خواهران بقدر، انشاءالله که امیدوارم همگی خوب و سلامت هستید و من با شما هستم شلیف سلطانزاده در برنامه امروزی نوبتی ما 60 دقیقه پلوس در موضوعهای مختلفی که داغ روز هستم. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. ما امروز برنامه خود را دوام میتیم. چخل که میدونید هر هفته روز شنبه ما در این ساعت در کانال مربوط به پیمان ملی تاجیکستان در موضوعهای مختلف بحث و تحلیل ها میکنیم و از نگاه سیاسی و موضوعهایی که یا قضیه‌هایی که در همین روزها شده گذشته است نظر خود را و کارشناسان را میرسانیم. خیلی با همین ما و شما خیلی که معلوم است در روزهای آخر عموما میشود گفت که در ماه آخر یکی از موضوعهای اساسی که در شبکه‌های اجتماعی و در ذهن مردم و در میتوان گفت اتاق‌های کاری تحلیلگران و سیاستمداران موضوع افراط‌گرایی است و خیلی او گرم در بحث کشیده میشد، چی در رسانه‌های داخلی چی در رسانه‌های خارجی، حتی در مثال رسانه‌های مثل BBC و دیگر عیناً همین موضوع افراط‌گرایی وابسته به تاجیکان و تاجیکستان را به تحلیل میکشند و در آن فکر و نظری کارشناسان را میپرسند و جویا میشوند. در این باب از راهبران مخالفین سرکرد تا راهبران حکومت تاجیکستان تا مبلغان از هر دو طرف کارشناسان فکر و نظرهای خیلی خود را گفتند. حالا امروز ما اینجا میخواهیم که در عموم یک همین موضوع را به طور مشخص معین کنیم که سرچشمه از بجا سرچشمه گرفته است. در برنامه گذشته چخیل که ما میدونیم برادر ما شوکت محمد با صحبت داشتن با برادر بابا جان قیومزاد و علیم شیرزمانوف در همین موضوع افراط‌گرایی، پیدایشش، عامل‌هایش و از کجا آمدن و به کجا رفتنش. و امروز ما مهمان داریم. مهمان ما عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان برادر عزیز ما الهام جان یعقوبزاده هستند، الهام جان یعقوبوف، و ما با هر دو میخواهیم که یک صحبت دوستانه داشته باشیم و ببینیم که همین افراط‌گرایی در تاجیکستان ما هرچی عامل‌هاش گفتیم دیگر سبب‌هاش گفتیم، حالی ما میخواهیم دونیم که خود سیاست امام الرحمن در نسبت به افراط‌گرایی چی موقع دارد. آیا او یعنی تولید کننده افراط‌گرایی است همین سیاست و یا برعکس و پیش راهی افراط‌گرایی را میگیرد؟ ما میخوایم درباره همین صحبت کنیم. البته از فرصت استفاده برده دوستان، حالا اینجا من میخواهم به شما خبر رسانم که بنا به اطلاعاتی که مثال در شبکه‌های اجتماعی در دیگر منابع خبری گشته است، قرار است روزهای نزدیک خود امام الرحمن دیکتاتور تاجیکستان به اروپا سفر کند. یعنی این هم باشد به کشور ایتالیا، به پایتخت این کشور، به شهر روم، اگر به لفظ فارسی گیریم به شهر روم سفر میکند.
ما البته امیدواریم که مردم در اینجا مثل که در برلین او رو پیشواز گرفتن پیشواز میگیرن، همه حرکت های سیاسی مخالفین و در این راستا پیمان ملی تاجیکستان هم در این باب یک اظهارات قبول کرده. اگر اجازه در دوام چند دقیقه من اظهارات را قرائت کنم. خلاص اظهارات پیمان ملی تاجیکستان در مورد سفر امام علی رحمان به ایتالیا. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است روزهای 23 و 24 اپریل سال 2024 همراه یک هیئت بلندپایه به شهر روم ایتالیا سفر کند. ایتالیا یکی از کشورهای دموکراتیک در جهان شناخته می شود و جای تأسف است که این کشور امام علی رحمان را که از سال 1992 یعنی بیش از 30 سال قدرت را در تاجیکستان در دست دارد و طولانی‌ترین و خشن‌ترین دیکتاتور در سطح جمهوری‌های سابق شوروی محسوب میشود پیشواز میگیرد. تعجب آور این است که کشورهای اروپایی علیه شخص پوتین رئیس جمهوری روسیه و لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس تحریم‌های اعلام کردند و از جمله آخرا مجموعه پارلمان شورای اروپا یعنی هیچ کلمه پسه اعلام کرد که مشروعیت پرزیدنتی پوتین را در پی قتل راهبر مخالفان روس الکسی ناوالنی به رسمیت نمیشناسد. اما کشورهای اروپایی نه تنها امام علی رحمان را که از این دو رئیس جمهور خودکامه‌تر و خشن‌تر است تحریم نمیکنند، بلکه او را پیشواز میگیرند، دست او را میفشارند. حکومت امام علی رحمان در قتل عمرعلی قوت مؤسس گروه 24 و یکی از گروه‌های مخالف که سال 2015 به جانش در استانبول ترکیه صورت گرفت و در پی آن کشته شد از دست داشت. همچنین تنها در 10 سال اخیر امام علی رحمان فعالیت حزب عمده مخالفین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد و صدها تن از اعضای ارشد آن را به سالهای طولانی به زندان فرستاد و با تصویب قانونهای تمام قدرت را منحصر به خانواده خود کرد و اخیراً تظاهرات مردم بدخشان را به طور وحشیانه سرکوب کرد که منجر به کشته شدن ده‌ها تن از پامیری‌ها و زندانی شدن صدها تن دیگر به سالهای طولانی شد. و بیش از 30 سال حکومتش در تاجیکستان امام علی رحمان به ملت تاجیک جز فقر و ناداری و سرکوبگری و نقض حقوق بشر چیزی به ارمغان نآورده است و همچنین هجرت میلیون‌ها تاجیک به روسیه و کشورهای اروپایی و گرایش روزافزون جوانان تاجیک به گروه‌های افراطگرایی و شرکت آنها در عمل‌های تروریستی نیز نتایج طبیعی سرکوبگری و نوعهده‌برایی سیاست‌های امام علی رحمان در 3 دهه اخیر است. با اعتراف خود امام علی رحمان جوانان تاجیک تنها در 3 سال اخیر در 24 عمل تروریستی در سراسر جهان از جمله در کشورهای اروپایی شرکت کردند. پیمان ملی تاجیکستان از جهان متمدن و تمام کشورهای دموکراتی بخصوص اروپایی طلب می‌نماید که با دعوت امام علی رحمان به کشورهای خود و دست فشردن با او از طرف سران این کشورها در مشروعیت دادن به رژیم خودکامه رحمان و نقص بیشتر حقوق بشر و سرکوبگرایی‌های بیشتر سهم نگذارند. پیمان ملی تاجیکستان 19 اپریل سال 2024. همین از دوستان اظهاراتی که پیمان نشر کرده است و آن را به زبان‌های روسی و انگلیسی و نوشته‌جات فارسی نوشته به تمام سفارتخانه‌ها و نمایندگان اتحاد اروپا ارسال شده است و در اینجا نیز پیمان ملی قید کرده است که سببگار افراطگرایی عیناً همین سیاست سرکوبگرانه امام علی رحمان در 30 سال آخر می باشد. اگر مهمان ما در استودیو باشند کارمندان تکنیکی لطفاً آن کس را وارد استودیو کنید، ما صحبت خود را آغاز میکنیم. سلام علیکم آقای الهام جان، خوش آمدید به برنامه امروزه ما. صدا هست؟ بله و علیکم السلام سلیم جان و تماشابینان برنامه شما. ما هستیم. صدا هست به فکرم، صدا رفته ایستاده است.
بله بهترین امروز در مهمانی ما چخیل که گفتیم الهام جان یعقوبزاده عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان یکی از راهبران پیمان ملی تاجیکستان هستند. این برادر رو خیلی از مردم تاجیکستان خوب میشناسن و بیرون از آن هم شناخته هستند. این برادر ما با سازمان‌های بین المللی نیز رابطه خوب دارن و از این سبب ما این برادر رو دعوت کردیم تا یک صحبت دوستانه داشته باشیم. حالا پیش از برنامه من با الهام هم گفتم که ما بین خود یگان آمادگی ندیدیم برای گذاشتن این برنامه. میخوایم همچنین یک صحبت دوستانه و برادرانه داشته باشیم با امت سیاست امام علی رحمان رو هر دو طرف با بحث گذاریم. اینجا مثال من سوال دهنده شما پاسخ گوینده نه، برعکس هر دو یک صحبت میکنیم که آیا در همین سیاست امام علی رحمان با افراطگرای چی روابط دارد، چه ربط دارد؟ آیا واقعا اون چی که تبلیغگران حکومت رحمان میگویند سیاست رحمان و افراطگرای پیشش رو میگیرد یا برعکس راه گشاده داده است که افراطگرای در تاجیکستان و بین تاجیکان بیشتر و افزونتر شود؟ همین است موضوع امروزی ما که الهام جان علاوه خصوص صادر از یک صحبت خیلی گفتیم برادران صحبت میکنیم، صحبت هر دو ما آزاد است. من نظر شما آید به همین حرفا یعنی سیاست امام علی رحمان نسبت به افراطگرایی و عموما اظهارات آخر پیمان ملی تاجیکستان که سبب افراطگرایی را سیاست سرکوبگرانه رحمان شناخت، در همین مورد چی گفتنی دارید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر السلام علیکم مشاهدین گرامی و سلیم جان گرامی. واقعا این موضوعی که ما گفتیم که دو نوبت این جانب در کانال شما با کارشناسان و دیگر مخالفان و شخصان دیگر وارد این صحبت شدند و گفتند و حتی دهها اگر برنامه آماده شود و گفته شود این موضوع خیلی کلان است، خیلی گفتیم و دیده ایستادیم که حتی این موضوع ها در خود تاجیکستان هم با طریق کنفرانس ها، با طریق نشست ها، با طریق گفتگوها در این مورد گفته می شود و طرفداران حکومت هم یک تحلیل و گزارش یا اندیشه خود را دارند. اصلا افراطگرایی که خیلی که همه ما میدانیم این معنای افراطگرایی این یعنی که به همین تاجیکی یا ساده تر که بگوییم این زیاده‌روی است و زیاده‌روی است به معنای از حد گذشتن است. وقتی که هر کار از حد میگذرد افراط خواهد شد. نگاه کنید که خود امام علی رحمان 32 سال این جانب رئیس جمهور است و در سر قدرت هست و این هم یک زیاده‌روی است. وقتی که در سر قدرت از حد زیاد می ایستد خود یک شخص عامل افراطگرا خواهد شد و این شخص رو همچنین افراطگرا باید شناخت. برای چی؟ به خاطر آنکه وقتی که همین راهبری اگر بگویم به طور مثال راهبری مالزیا یکی از شخصیت‌های بزرگ جهانی است، اون رو میشناسد، محمد محمد که سالهای 1981 تا سال 2003 سروزیر این کشور بود و کشور مالزی رو یک کشور پیشرفته ساخت و او رو پدری اقتصاد این مالزی میداند و خیلی کارهای عجیب رو در مالزی انجام داده است و چه خیلی گفتیم یکی از کشورهای پیشرفته از جهت صنعت استحصالات و تکنولوژی معاصر مالزی رو پیشرفت کرده است. وقتی که 20 سال یا زیاده از 20 سال سروزیر همچون سروزیر فعالیت میکند و میخواهد که از کنار رود، از سروزیری از وظیفه کنار رود، بسیاری از مردم خواهش میکند که مردم و شهروندان خود مالزیا اون در این پست خود یا در منصب خود بماند، ولی او میگوید که نه، برای اینکه الکی من زیاده‌روی کرده ایستادم در این منصب. وقتی که زیاده‌روی میشد از حد میگذرد این یک افراط خواهد شد و در و راه برای افراطگرایی باز خواهد شد. دقیقاً همین حرفا رو گفته است و گفته است که من باید این منصب رو بمانم تا که راه برای جوانان و راه برای پیشرفت این کشور گشوده شود. ببینید که حتی همین منصبداران جهانی، منصبدارانی که
همین رئیس جمهور بود یا سروزیر بود در منصب خود زیاده‌روی نمی‌کردند و امامعلی رحمانوف که هیچگاه از منصب خودش دور کردنی نیست و حتی قانون به تصویب رسانده است که یک عمر باید رئیس جمهور باشد یا سر قدرت بماند تا وفات کردن تا مردن. این خود یک عمل افراطگرا است. اگر واقعا عجیب است که با همین افراطگرایی، با همین طرز و اصول سیاستی که امروز در تاجیکستان هست، در سر قدرت ماندن خود و سیاست سرکوبگرانه را انجام دادن، واقعا در راه برای افراطگرایی باز خواهد شد. حیرت آور نباید شد که امروز ببینید که سیاست سرکوبگرانه در جمهوری تاجیکستان هست، فضای خفه کننده هست، اقتصادی مونوپولی هست، تمام تجارت ها، تمام اقتصاد ها در دست خود رحمانوف و عائله او هست. هیچ کس را اجازه نمیدهد که به یک تجارت دست بزند، کارخانه و یا راه یا تجارت کلان باز کند. حتما اگر یک تجارت کسی کلان داشته باشد، رحمانوف او را سرازیر خواهد کرد، اون تجارت او را خواهد گرفت. ببینید که تاجیکستان یک کشور کمبغل حساب میشد. از حد معاش اگر بگیریم خیلی معاش پس دارد در همین قاره آسیا و ببینید که کروپسیا، فساد با تمام وجودش کشور ما فرو رفته است به این فساد. ببینید که وزارت معارف تماما فلج شده است، تمام وزارت ها فلج شده است. نباید یعنی که این سیاست در عموم سیاست کلی جمهوری تاجیکستان و خود در سرداری این امامعلی رحمانوف است که امروز مردم از همین سبب ها دست به افراط میزند و ما این رو 100% من تصدیق میکنم حرفای شما رو و حرفای دیگر کارشناسا و مشاهدهگران رو که امروز سبب اساسی و اصل اساسی خود امامعلی رحمانوف است که تمام راه ها رو برای افراطگرا شدن شهروندان تاجیکستان باز کرده است. نباید از این ما یعنی که یک اصل دیگر، ریشه دیگر، عامل دیگر را جستجو بکنیم. عامل اساسی خود رحمانوف است و گفتیم که سیاست های ناعهده‌برایی است که در اظهارات اخیر پیمان ملی تاجیکستان هم این درد شده است و همیشه در بین گفتگوهایی که با سازمان‌های بین‌المللی داریم، با دیگر نماینده‌های کشورهای اروپایی داریم، این رو هم آنها هم میدونند و تصدیق هم میکنند که سبب اساسی سیاست ناعهده‌برار و اقتصادی مونوپولی است که مردم را به همین سطح تیله داده است. و ببینید که در اظهارات هم و خودی اگر سیاست‌های اتحادیه اروپا رو ببینیم، حتی همین پوتین و لوکاشنکو رو که قبول ندارند همچون رئیس جمهور و دیروز هم در شورای امنیتی این کشورها همین چیز به تصویب رسیده است و اساس در این است که حتی کشورهایی که ما زندگی داریم، کشورهای پریبالتیکا، حکومت روسی رو یک حکومت تروریستی و افراطگرا میشناسد. اما ببینید که حکومت جمهوری تاجیکستان و یا رژیم امامعلی رحمانوف از رژیم پوتین، از رژیم لوکاشنکو اگر بگویم که برابر این رژیم است، اگرچند که ما میدونیم که بدتر از این رژیم ها هست و افسوس که امروز ما خود شهروندان تاجیکستان، مخالفان تاجیکستان تا حد نرسیدیم که به خود مرکزهای اتحادیه اروپا و آن نفرانی که به این سر و کار دارند این رو بفهمونیم و انشاءالله کوشش هم رفته ایستاده است که روزی می شود که واقعا اعتراف رسمی و افیسیلی خواهد شد که امروز سیاست نادرست امامعلی رحمانوف شهروندان تاجیکستان را به این راه تیله داده ایستاده است و امروز هم خود رحمانوف هم باید که من وقتی که با همون 9 مارت همین سال وقتی که واخوری با زیایان و امام خطیبان برگزار شد، در همون جا هم گفت که 24 نفر از تاجیکان در 10 کشور دنیا دست به عمل تروریستی زدن. با یک افتخار، با یک تنومندی این حرف رو گفت که من خیلی حیران شدم. واقعا همین عمل ها انجام شده است از جانب تاجیکستان، اگرچند که تا حالا هم این چیزا بحثای خود رو دارد، ولی ببینید که نتیجه همین سیاست نادرست امامعلی رحمانوف مردم رو به همین طرف، به طرف افراطگرایی، رادیکالیسم
دهشت افکنی مردم را تیره داده است که امروز مردم به همین عملها، یعنی که مردم تاجیک به همین عملها دست زده شده است. و یک نقطه دیگر این است که در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان چخیلی گفته شده است پوتین که مخالف سرسخت خود رو الکسی نوالنی رو در زندان کشته است، همین طریق این سال 2024 کشت. لی سال 2015 تقریبا 10 سال پیش رحمانوف همین عمل رو نسبت امرالله قواتوف که یک مخالف سرسخت امرالله رحمانوف است در خارج کشور در استانبول به قتل رسانده است. یعنی که 10 سال پیش عمل پوتین رو رحمانوف انجام داده شده است و ببینید که همین مثال خودش معلوم است که، یعنی که معلوم کرده ایستاده است که رحمانوف بدتر از رژیم پوتین و لوکاشنکو است که این را با یک جمله در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان گفته شده است و این اظهارات خیلی که شما گفتید در تمام سفارتخانه ها و مرکزهای اتحادیه اروپا فرستاده شده است. سلامت باشید آقای الهام جان، خیلی تحلیلی در عموم کردید، خیلی خوب در سبب ها عامل هایش در گفته گذاشتید. حالا از گفته شما من چند اقتباس میگیرم و کمتر به نظر خودم تحلیل میکنم. یعنی همون شما گفته شما که 30 سال افراطگرایی، واقعا دوستان عزیز، حال تماشاگران محترم نگاه کنید، وقتی که یک نفر همین 30 سال در سر حکومت است، چه خیلی که آقای الهام جان گفتن، این خودش افراط میشه، افراطگرایی، یعنی قانون رو پایمال کرده، برگشته خود رو سر قدرت نگاه داشتن. واقعا یک افراطگرایی است وقتی که تو دیگر به یگان کس حق نمیدهی که راهبری کند، تمام منصب‌های کلیدی رو به خویش تبار خودت میدهی و تمام حاکمیت رو در قبضه دست خودت نگاه میداری و به هیچ کس از 10 میلیون اهالی تاجیکستان به هیچ کس حق نمیدهی که به همین قدرت نزدیکی کند. نه تنها نزدیکی کند، حتی درباره این حکومتی تو حرف زند، اگرچه حرف بیرون از تندروی باشد. فرضاً همین نویسنده آخری که زندان کردن استاد عبدالقادر رستم، یگان خیل از افراط این آدم کار نمیبرد، یگان خیل تندگویی نمیکرد. درست است که بین مخالفان تیزگویی و تندگویی هست، این رو ما قبول داریم، اما آنهایی که در داخل هستن با حرف عادی، با حرف خیلی که در خدا میگه آدم واری پرابلم را میفهموندن، همه را بردن زندان کردن. یعنی حکومت رحمان نمیماند که یگان کس حتی یک حرف مصلحت مصالحت آمیز به حکومت کرد تا پیش راهی افراطگرا شدن مردم را گیرد. واقعا وقتی که 30 سال تو در سر حکومت میشی و به هیچ کس آمده نیست که قدرت ادراتی و برای نگاه داشتن این قدرت حاکمیت قدرت را استفاده میبرد. درست؟ همین رحمانو برای استفاده نگاه داشتن حاکمیت خودش امنیت را استفاده میبرد، پلیس را استفاده میبرد، یعنی زور را استفاده میبرد. یعنی با راه زور حاکمیتش را رحمانو نگاه داشتی صدا. واقعا این گپ‌های شما، حرف شما واقعا جای دارد. یعنی 30 سال 32 سال افراطگرایی میگوییم من میشود. یعنی خود امام الرحمن یک نشانه بارز، یعنی نشانه واقعی افراطگرایی است که در سر قدرت خودش را نگاه داشت، با کدام راهی که نباشد سرقانون را عوض کرد، مخالفانش را زندان کرد، دیگر مخالفش را کشت، با هر راه یعنی خود را نگاه داشت در سر قدرت. همین است افراطگرایی، یعنی زیاده روی. بله. حالا اینجا ببینید آقای الهام جان، من همین در آخران تظاهراتی که در تاجیکستان شده گذشت، تظاهرات مردم پامیر بود، پامیری ها. بله. تظاهرات مصالحت آمیز، یراق نداشتن، یگان طلبات سیاسی نداشتن، فقط آنها طلب داشتن که قانون رعایت شود. همین قدر حرف داشته. یعنی آنها حرفی را گفتن که باید که مقامات تاجیکستان میگفت، باید که رحمانوف میگفت که قانون رعایت شود، اما مردم خواستن گفتن که ما طلب داریم تا قانون رعایت شود و به عوضش چی گفتن؟ به عوضش آنها کشته شدن، زندانی شدن. آیا همین مناسبت حکومت با مردم رو افراطگرا نمیکند؟ یعنی مجبور نمیشود که همون مردم دیگر با قوت دست زنند. بله 100%
این یکی از سبب‌ها و سبب‌های اساسی حتی بگوییم پرزینه که مثلا همین موضوع پامیر یا بدخشان را بگذاریم ببینید که حتی امام الرحمانوف خودش دعوت میکند که بسیار بسیار مثلا تحقیر کردن مثلا مادران و خواهرانی که با حجاب هستند و دیندار هستند یا حتی در یک برنامه خصوصی که هر کسی که به سیاست دولت مثلا دخالت میکند اون در نزد قانون جواب میدهد. این خودش چی است؟ خودش چی است؟ وقتی تو به اقتصاد نمانی مردم را مثلا کار کنند، تو جای کار کردن نتوانی، مثلا مردم مثلا 2 میلیون مردم روند در هجرت کار کنند، در مهاجرت باشند، بگویی که تو به سیاست دست نزن، به اقتصاد دست نزن، به هیچ کاری دولت داری مثلا دخالت نکن، اگر دخالت کردی در نزد قانون یعنی که در نزد من جواب میدی. این چی معنی دارد؟ واقعا ببینید که حتی همین کارا برای برادران بدخشان کرد. اونو گفتن که مایلش ما مثلا دست نمیزنیم ولی شما قانون رعایت کنید، شما قانون رعایت نکنید. شما وقتی که یک نفر رو بیگناه کشتید ما فقط طلب از شما داریم که گلبدین رو که مثلا شما کشتید ما از شما طلب داریم که طبق قانون آن رو مثلا سنجیده شود و گناهکاران جزا گیرد. اگر چند که او گناه داشت بگذار او رو مثلا محکوم به زندان میکردید، با این وحشیانیت نمیکشتید. حالا که گناهش در یعنی که گناه را در سود مقرر میکنند، سود گناهکار و ناگناه بودن یک نفر را طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان و دیگر طلبات های قانون جهانی سود معین میکند که من و شما گناهکار هستیم، گلبدین گناهکار است یا نیست. حالا که سود نشده او رو با وحشیانیت کشتید. طلب ما همین است که از روی قانون طلبات جمهوری تاجیکستان باید مثلا این سنجیده شود، تحلیل شود و گناهکارانی که به این کار دست دادن جزا داده شود. تنها همین رو طلب میکرد. این سیاست نبود، این اقتصاد نبود، این اجتماعی نبود، این یک دینداری و این چیزا نبود که مردم از رحمانوف یا زندگی خوب را طلب نکرد که برای ما زندگی خوب را فراهم آورد، وقتی که واقعا منطقی از همه آسیب پذیر از جهت اقتصادی هم همون مردم بدخشان است. آنها این چیز طلب نکردند، گفتند ما نان خودمان را خودمان مییابیم، ما زندگی ما را میبریم. فقط از شما جناب امام الرحمانوف خواهش همین است که طلبات قانون رعایت شود و این نفرانی که جنایت را به دست زدند یعنی که با وحشیانیت گلبدین را کشتند جزا کرد. حتی یک گروهی کمیسی 44 تحصیل رسید، از یک طرف نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، از یک طرف جامعه شهروندی خودی مثلا مردم بدخشان وارد شد. ببینید که حتی همون کمیسی 44 که تحصیل رسید همه آنها رو نیمی آنها رو همون روز کشیدند ماه می سال گذشته و باقی مانده چند نفری که به دست افتاده بود آنها رو زندان کردند. یعنی واقعا وقتی که مردم این رو میبیند، مردم این رو میبیند میشنود، با تلویزیون ها این عملیات ها رو نشان میدهد، واقعا عملی یا مثلا سبب بارزترین واقعا همین است که مردم دیگر هیچ علاج ندارد. مردم از کشور بیرون می شود، اعتراض بیان می کند. خلاصه همین عملهای هست که صدها عملهای دیگر هست که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان این حرفا گفته شود و مردم بداند که واقعا همین عملها و همین سیاستهای سرکوبگری و همین سیاستهای نادرست رژیم رحمانوف سبب است که مردم امروز دست به افراطگرایی و بالاتر از افراطگرایی به رادیکالیسم یعنی تندگرایی و دهشت افکنی دست داده است. و باز از همه عجیبترش این است که خود رژیم رحمانوف حتی از همین دست زدن شهروندان جمهوری تاجیکستان به افراطگرایی رادیکالیسم خیلی منفعت دار هستند. آنها خیلی منفعت دار هستند که یک قسم مردم جمهوری تاجیکستان دست به همین ها زند، دست به و بعدا به تمام سازمان ها، تمام مثلا جامعه جهانی بگوید که ببینید ما اگر مثلا مبارزه نمی بردیم از این حالت ما بهتر میشد. یعنی که باز هم در اینجا کی مثلا چی میبیند؟ زیان میبیند با مردم تاجیکستان. از مردم ملت تاجیکستان خودش که تاجیک است مثلا یا خودش که رهبر تاجیکستان است با مردم ملت تاجیک را به ابرو میکند و ببینید که بین این مردم اگر ما همین خیل اگر پیش راهش نگیریم، با این سرکوبی اگر پیش نگیریم، با این کشتار پیش نگیریم، با اینا رو مثلا همیشه غلام کردن پیش نگیریم، اینا از این بدتر میشود. اینا از این با بدتر مثلا دست به تروریسم و اکستریمیسم میزنند. گفته با خودش رو پیشتر همین چیز سفید میکرد و الان انشالله باور دارم که دیگر مردم جامعه جهانی یا سیاستمدارای
جامعه جهانی، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غرب هم از این نیرنگ و مکر رژیم رحمانوف باخبر هستند و انشالله سالهای آینده، روزهای آینده من انشالله امیدوار هستم که عملی ننگین یا سیاست‌های سرکوبگرانه امام رحمانوف را در جامعه جهانی خوبتر و بهتر خواهند شناخت. بله، اینو ببینید که اکویلهم جان در خیلی که خود امام رحمان در برنامه‌هایش میگوید صفی چرا افراطگرایان را خیلی بلند نشان میدهد. البته اینجا برای یک تماشابین و یک شنونده که عموما از واقعیت تاجیکستان خبر ندارد این چیز واقعا دهشتناک است وقتی که از 10 میلیون اهالی 4000ش فرزند افراطگرای باشد یا 24 نفر یا 24 مثال حرکت عملهای تروریستی دست داده باشد. مثال همین شماره ها حرفا رو هر چی که در دهانشون میآیند بالاتر میارند به قدر امکان. این رو ما حالا باید که تماشابین هم و عموما مردم تاجیکستان داند که وقتی که رحمانوف افراطگرایی میگوید در آن متاسفانه در آن رویخط افراطگرایی ما هم هستیم یا نه؟ بله ما را هم وارد کرده، یعنی مخالفان سیاسی خودش را وارد همون رویخط افراطگراها کرده است. برابر همون چی میگه پاکان گلبراد حلیموف که از خود کادرهای خودش هسته است و رفت در وارد داعش شد، او افراطگرایی است. در برابر او فرزند من الهام جان یعقوبوف را هم گرفته در برابر او مانده است و از مثال رویخط را با همین زیاد کرده است، با تمام مخالفان را وارد همون کرده. چی مثال مخالفانی که در پیمان ملی هستند، در دیگر گروه 24 هستند یا دیگر هم را وارد کرده در رویخط افراطگرایی. باز همه چیز عجیبش این است که حتی نفرهای را وارد رویخط سیاه کرده در رویخط افراطگرایی که آنها حالا به سن 18 سال نرسیدند. این هم هست متاسفانه. و نفرهای حالا که مثال در اروپا قرار دارن جوانای 18 ساله که وقتی که تاجیکستان را ترک کردن 15 ساله بودن، 14 ساله بودن، آنها امروز در رویخط افراطگرایی در لیست سیاه وزارت کارهای داخلی روسیه که با همکاری با تاجیکستان سازمان داده شده است وارد اون شدن. این خودش گفتنی که در تاجیکستان هزارها نفر افراطگرا هست، این خودش یک دروغ است، دروغ محض. تاجیک با همین فرهنگ خودش، با مذهب خودش، با یک جهانبینی خودش با آستانه افراطگران نمی شود. اگر ما تاجیکان مثال مردم ما با همین خون گرم کوهستانی که داریم اگر ما فرزند افراط میکردیم و شورش میکردیم در مقابل همین رحمان میشد. اما متاسفانه بعضی افراد هستند در این گروه افراطگرایی مثل گلمراد حلیموف خیلی که گفتم، آنها یا واقعا کادرهای رحمانوف هستند که روانه کرده شدن یا نفرهای هستند که عموما بیخبر از دینشان و از فرهنگشان گرفتار یک گروه‌های افراطی شدند و به فریب آنها داده شدند و رفتند جانب همون عملهای تروریستی. همین خیلی نیست که الهام جان؟ بله 100% واقعا ما خیلی که گفتیم هرچی که همون لیست مثلا زیادتر شود 10,000 و 20,000 یعنی شود اون به منفعت خود رژیم رحمانوف است. یعنی که او نشان میدهد که ببینید مثلا افراطگرایی رادیکالیسم سطحی همین افراطگرایی در تاجیکستان تا کدام درجه بلند است. برای جامعه جهانی، برای جامعه اروپایی مثلا اینا بیشتر برای همین جامعه های مثلا غرب و اتحاد اروپا نشان میدهد. این یک چیز دهشت است وقتی که میبیند که از یک خود شهروندان تاجیکستان یا کشور مثلا چند هزار مثلا آدم دست به افراطگرایی دارد. چون در همین من چند وقت پیشتر در همین کشور خودم دیدم که آیا همین یگان نفر از افراطگرایی مثلا حبس شده است، یگان نفر در دوران 5 سال هیچ نفر در موضوع افراطگرایی در کشور ما که من در لیتوا زندگی دارم یگان نفر حبس نشده است. اینا یک چیز افراطگرایی اینا البته با یک طرز دیگر میفهمند، ولی وقتی که افراطگرا میبینند که در خود در تاجیکستان 10,000 نفر دست به افراطگرایی زد و اون لیستش مثلا تصویب شده است، خیلی برایشان دهشت آفر است. از همین سبب که اون مشاوران رحمانوف خود رحمانوف هم خوب میدوند که هر چقدر لیست مثلا دراز بکند اونجا اسمای مثلا
بیشتر باشد، برای اینها یک دهشت‌آفر است برای جامعه جهانی و خودش را همچون یک مبارز نشان دادن امام رحمانوف است که ببینید حتی من دقیقاً میدونم با نام و نسب با اینها. حالا همون لیستی که شما گفتید، حتی من اون لیست من دیدم که چند نفری که من میشناسم از شهر خوجند و بیرون از اون نفرایی که فهمیدن. حتی من یک همسایم مثلا در همینجا دیدم که همسایم در میکرالون ما زندگی میکرد، یک نفری که من بدونم که در همون خوجند در تاجیکستان وفات کرده است و اسم و نسب او آمده است. من حیران شدم. پس از این هم فهمیدم که حتی چندین نفرایی که مثلا در از دنیا رفتن وفات کردن اسم آنها هم هست و اون چیزها رو ناسنجیده و نادیده آنها این اسمها رو اضافه کردن تا واقعا این لیست مثلا خیلی که میگویند رو افغاندار و ژرنیتر شود گفتی روسا و این را برای کی پیشنهاد میکند. اینو برای مثلا روسیه تماما این به چیز اهمیت هم نمیدهد چون روسیه خودش از اینها بدتر است. این رو فقط به جامعه جهانی و جامعه غرب که ببینید ما چگونه مبارزه میبریم. برای همین واقعا سبب اساسی که ما از سازمان ها طلب داریم و از جامعه جهانی طلب داریم، ما بیشتر با آن وادار میکنیم که همین سیاستی امام رحمانوف که با مبارزه بردن با افراطگرایی ببینن و الحمدلله در این چند سال اخیر من باور دارم که الکی فهمیدن که این مبارزه با افراطگرایی بردن در تاجیکستان وجود ندارد. برای از مبارزه بردن با آزاداندیشان، با آنهایی که مخالف رژیم رحمانوف است، مخالف سیاست امام رحمانوف است، با این مبارزه میبرد. ببینید که من، مادر، پدر، خواهر، شما و چندین نفرایی که در همین اروپا زندگی داریم در این لیست هست. ما چگونه افراطگرا هستیم؟ ما دست به افراطگرایی نزدیم. ما مخالف سیاست امام رحمانوف هستیم. ما به زندگی و شخصیت او توان کار نداریم. یعنی وقتی که ما مخالف سیاست های امام رحمانوف هستیم در این لیست درج شدیم، در این لیست نام و نسب ما برای خود گرفته شده است و همین است که امروز سازمان های بین المللی هم از امام رحمانوف طلب میکند که مبارزه خودت رو با افراطگرایی، با رادیکالیسم، با مخالفان خود، یعنی که این رو سوء استفاده نبر. ما دیده ایستادیم که الکی تو چندین ژورنالیست ها رو هم افراطگرا اعلام کردی، خیلی که شما گفتید اون شاعر و نویسنده رو، بلاگر ها رو هم که ببینید امام علی دلیل امام علی، عبدالله غربتی، ذوق بیگ امینی و ده ها نفر ژورنالیست ها رو چیکار کرد؟ بلاگر ها رو گرفت، مثلا همچون افراطگرا اعلام کرد، با همون استاتیای مشهور 307 آنها رو سیاه کرد و 10 سال و 5 سال و 7 سال آنها رو زندان کرد که این رو هم جامعه جهانی به رحمانوف میگوید و پیشتر همین چیز نبود. پیشتر باور میکرد که امام رحمانوف واقعا با افراطگرایی و تروریسم مبارزه میبرد، اما الان معلوم شد که واقعا امام رحمانوف مبارزه نمیبرده است. مردم تاجیک واقعا طبیعتا افراطگرا نیستند. نگاه کنید که من در حیرت هستم که تو برق نداری با صبر میکنی، تو زندگی درست نداری در پدول و نمیدونم در واگونچه در اینجا زندگانی میکنی با مثلا شکر میکنی. با این مردمی مثلا با صبر، با این مردمی که مثلا با هر چیزی که تو مثلا اون را مثلا زیان میآوری یا مثلا یک زندگی خوب را براش تشکیل نمیکنی، با شکر میکند و زندگی میکند، با این قدر مثلا زندگی و از بین شکر میکند و با مثلا صبر میکند، واقعا در یک کشور دیگر میبود همش افراطگرا میشد. این تاجیکستان باید همه افراطگرا شود. با این سیاستی که آفریده است، زندگی که برای مردم تاجیکستان امام علی رحمانوف آفریده است، باید همون 10 میلیون همه باید افراطگرا شود. ولی امروز ببینید که مردم افراطگرا نیستند، مردم با همین صبر دارند. بله حاضر واقعا حاضر گفته های شما میتوان گفت که بعد از همین کراکوس سیتی واقعی که در مسکو شده گذشت، عمل تروریستی، نظری کارشناسان اروپایی تغییر خورد نسبت به ما تاجیکان و نسبت به افراطگرایی گفتن تاجیکان از جانب حکومت امام علی رحمانوف. برای چی حالی میگم؟ اینه ببینید که تا وقتی همین حادثه کراکوس سیتی نکن هیچ کار به حکمت نمیشد. میگم من به این چیز ایمان دارم واقعا. وقتی که همین حادثه کراکوس سیتی شدن، حادثه تروریستی که در مسکو رخ دادن، خیلی از کارشناسان اروپایی باور داشتن که همین رحمانوف راست میگوید
و اگر رحمانوف با همین دست چی میگوید سخت نگیرد و با همین رژیم با دست پولودینش مثلا حکومت درآمد، دست پولودینش حکومت داری نکند، این تاجیکان واقعا تروریستند، واقعا افراطگران، چون لیستشان از بین همه دیگر کشورهای منطقه بیشتر است. حتی از نگاهی به سر عمومی اهالی گیریم، شاید از افغانستان و از دیگر کشورها رویخط افراطگرایی از نگاه فویزش در تاجیکستان زیاد باشد، یعنی رویخطی که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است. اما در آخر همین حادثه کراکوس سیتی شد، جهان این رو دیده ایستاده است. آن معامله که نظامیان روسیه با تاجیکان کردن همه دید و وقتی که همین حالت را، وقتی که روسیه گفت همین ها کردن و همون گوشاشون بریدند و گفتن که همین ها کردن و حکومت امام الرحمن پوزیسیون گرفت که طرفدار پوتین، یعنی همون نگاه رسمی پوتین را، نگاه رسمی روسیه را امام الرحمن حکومت تاجیکستان قبول کرد، یعنی گفت که واقعا درست است همین خیلی، یعنی با این راه او به پوتین نشان داد که من هستم که به تو وفادارم، هر چی که تو میگی خوب است. و با همین با جامعه جهانی اما اتحاد اروپا کارشناسان همین را فهمیدن که رحمانوف حتی به گوش بریده شهروندش بی‌اعتنا است، انده که رضایت پوتین را گرفت و در اینجا خلاصه کردن که رحمانوف وقتی که یک نفر را افراطگرا میگوید، ولی خیلی اینجا شما گفتید پیش از این روزنامه‌نگاران را زندانی کرد، وکیلان را زندانی کرد، دیگر و امروز آمد از پوتین طرفداری کرد. بعد اینها گفتن که یعنی از اینجا میبراید که و وقتی رحمانوف یک نفر را افراطگرا میگه او برای منفعت خودش میگفته است، نه برای اون که مثال واقعا افراطگرا است. و در اینجا باید مردانه اعتراف کرد که بعد از همین قضیه سخنرانی‌های راهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد کبیری در خیلی از رسانه‌های جهانی چی از فرانسه سر کرده تا لهستان و آلمان و تا اوکراین و گرجستان و آذربایجان، یعنی با همین رسانه‌ها ملاقات کردند، یعنی در همین ملاقات‌های خود اصل قضیه را به جامعه جهانی فهماندن که اینجا سببگار اساسی نظام حکومتداری در تاجیکستان است. خود امام الرحمن است که مردم را به همین سمت برده ایستاده است. یک قسم مردم واقعا به سمت افراط‌شوی رفته ایستاده است که سبب اینجا اساسی نه دیگر چیز بلکه عین خود سیاست امام الرحمن است و این چیز به نظر من خیلی نقش بازید و حالا کارشناسان اروپایی به همین خلاصه رسیدن که خود امام الرحمن است که همین افراطی شوی تاجیکان را در سیاست خودش یا سوء استفاده میبرد یا راه میکشاید یا از نوع عهده برایش همین کار شده ایستاده است. فکر میکنم که در آینده اگر ما مخالفان و دیگر فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری اگر خوب کار را به راه مانده توانیم، میشود همون رویخطهای مگنیتسکی که بود یا مثل چخیل که حالا پوتین را همچون رئیس جمهور اعتراف دیگر نمیکنه، ما میتوانیم همین کار را نسبت به رحمان فهم این مسئله رو به میان گذاریم و این مسئله در سطح سیاستمداران اروپایی و غربی دیده شود. نظری من چنین است. بله، شما در 100% این مسئله که شما گفتید من 100% راضی هستم. واقعا امروز جامعه جهانی به خصوص جامعه اروپایی این سر درک کردن و واقعا دیدن که سیاست‌های سرکوبگرایانه و سیاست‌های نادرست امام الرحمنوف مردم را به همین سطح برده ایستاده است. این واقعا یک نقطه خیلی مهم است که امروز این چیز فهمیده شد و از همین است که وقتی که ما با کارشناسا، با سازمان‌های بین الملل، حتی با مردم تهجایی اروپایی گام میزنیم، میگوییم که در تاجیکستان برق نیست، مثلا همین نرخ و نوایی که در مغازه شما هست مثل همین نرخ و نوا است ولی معاش ما ده ها مراتب از شما پستر است. در حیرت زده میشوند. ولی مردمی نه تنها بومی، حتی کارشناسا که سبب اساسی که مثلا اصلا بگوییم جامعه جهانی درست ما رو درک کردن نمیتواند، خبر کم بودن از خود از تاجیکستان است و
و خودی توجه زیاد نداشتن به همین تاجیکستان است. برای همین امام رحمانوف 30 سال و 32 سال این مردم اروپا و تمام کارشناسان را فریب دادن. این است که همیشه بازی‌های ژئوپلیتیکی سیاسی به منفعت خود تاجیکستان انجام شده است. مثلا حالا دست به تاجیکستان است که همیشه توجهشون به افغانستان، به منطقه‌های خاورمیانه، این جنگ اوکراین اینا شده است که جامعه جهانی همیشه همین مثلا مسائل اول است که بیشتر از تاجیکستان که منفعتدار نیستند و تاجیکستان گویم که یک نقطه دوردست گویا که برایشان یک دنیای یک دیگر است. برای همین نمیدونند که در تاجیکستان برق نیست است. برای همین من حالی گفتم که وقتی برق نیست میگوییم حیران میشن که چگونه در یک عصر 21 برق نیست، پس مردم شما همش باید افراطگرا شوند. حالا خیلی که من گفتم که مردم تاجیکستان، مردم تاجیک طبیعتا افراطگرا نیستند، در طبیعت خود افراطگرایی ندارند. اون اخلاق حمیده مثلا تاجیک، مثلا احترام و حرمت و اسلامیت اینها وادار میکند که همون ضد افراطگرا باشند، افراطگرایی را قبول نکنند. وقتی که ما با همینش خیلی گفتم با کارشناسا صحبت میکنیم و میگوییم که در تاجیکستان همین مصیبت ها هست که معاش پست است ولی نرخ و نوای خوراکواری خیلی زیاد است، مثل که شما میدونید که در فرانسه چند قدر است، در لیتوه باور کنید همین لیتوه که من زندگی دارم حتی نرخ و نوای بعضی محصولات های هر روزه مردم از تاجیکستان ارزانتر است، مثل برنج و روغن و کارتوشکا و پیاز و آرد و همینا در اینجا خیلی از تاجیکستان ارزانتر است. و چندین مردم تاجیک ما هم در فیسبوک ها بعضی همین نرخ و نوای میپرسند که ببینید در تاجیکستان چند است و در اروپا چند است، ببینید معاش چند است و معاش تاجیکستان چند است. وقتی یعنی که من با این حرفام گفتنی هستم که وقتی که با همین کارشناسا صحبت میکنیم میگویند که خودشون اعتراف میکنند که اگر اینقدر مصیبت ها باشد، برق نباشد، زندگی درست نباشد، معاش پست باشد، خوراکواری از معاش مثلا خیلی زیاد باشد، چگونه مردم اینقدر صبر میکنند؟ باید اینا همش مثلا اعتراضگر شوند، باید اینا هر اساس مثلا افراطگرا شوند. همون که من گفتم با این سیاستی که رحمانوف دارد 100% باید همه مثلا اعتراضگر و افراطگرا شود، ولی خدا رو شکر که مردم طبیعتا همین افراطگرا نیستند، برای همین مردم به سمت افراطگرایی خیلی کم میروند. اما واقعا ببینید که همین سالهای اخیر کارشناسا و جامعه جهانی خیلی توجه زیاد دارند به تاجیکستان و این سیاست‌های نادرست رحمانوف رو ببینید که در تمام رسانه ها و در خود اتحاد اروپا و امریکا و دیگر کشورها هم الکی این را مشخص کردند و نقطه نظر خود را دولت ها و کشورها گفته ایستادند. خب باز اکویلهام جان این نگاه کنید صادر بیاد از جهت دینی اکنون گپ بزنیم. درست است که علما خود خیلی میشناسم، شما هم من هم در همین در باره دین، در علم دین گوییم در اون سطح قرار نداریم که در باره خود دین گپ بزنیم، اما ما میتونیم همچنین یک نفرایی که وارد سیاست هستیم در باره عامل‌های دینی در همین افراط شوی صحبت کنیم. از نظر من نگاه کنید، حالا تاجیکستان دولت دنیوی است. دوستان و تماشاگران عزیز به این نقطه خیلی اعتبار داشتن. تاجیکستان از نگاه ساخت کنستیتوسیونی دولت دنیوی است، دنیوی. حالا مثلا من در فرانسه قرار دارم، فرانسه هم دولت دنیوی است. هر دو دولت با نام دنیوی مشهور هستند، یعنی که شناخته شدن، در سرقانونشون آورده شده است. اکنون اینا ببینید، من مثال خودم رو میبرم و شما مثال تاجیکستان رو قیاس میکنید. خود از همین خانه من اگر در همین رادیوس 2 کیلومتر کانخل دور زنم، دو مسجد دارم. یکتاش در یکتاش امر معروف و مثال ملاهاش گوییم یا خطیباش با زبان عربی است و فرانسوی، دو زبان. یک نفر دیگه یک مسجد دیگر او با زبان ترکی است، امر معروف با ترکی است و با فرانسوی، یعنی در هر دوشون با زبان دولتی امر معروف کرده می شود. این از نگاه دینی سوال ما گفتم تا ما قیاس کنیم با تاجیکستان. اینا ببینید که در همین مسجدها دراشون باز است. البته که راست گپ منم طرفدار نیستم که مثلا مکتبخانه در وقت ساعت‌های مکتبی وارد مسجد شوند، در اینجا دیده نمیشه. وقتی که در روزانه مسجد میروی واقعا کودکان نیستن،
اما روز شنبه یک شنبه مسجد نگاه کنید، مسجد مرکز بازی، جای جمع آمد کودکان تبدیل می‌یابد. کودکان روز شنبه انتظار میشن که کدام روز شنبه میشود، مکتب نیست، و سحر دفتر و کتابای خودشان رو که در مسجد درس میگیرن میروند در همانجا. منم یک پسری من با دو دخترم من که خردسال هستن اونها میروند. پسرم در برابر کتاب‌هایش همین قرآن توی فوتبالش میگیرد و همون پدینگی پاپوشی فوتبال بازی شد میرن اونجا 2 ساعت درسشون رو میخونن، درس قرآنشون رو میخونن، بعد از اون بازی سر میشود تا وقت نماز پیشین. در همونجا در صحنه مسجد کودکا بازی دارن. یعنی مسجد برای آنها یک مکانی که خودشون رو به گفت رحمانوف سمریالیزاسیون میکنن. آقای رحمانوف همین رو در یک برآمدش گفته بود که ما با جوانان امکان دیم تا سمریالیزاسیون کنن. یعنی کودکا مسجد رو برای جای خودشون بیگانه نمیدونن، یک جای فراغت، یک جای هم درس آموزی یا هم جای یک مکتبی برای همچون مکتبی که معمولی مکتب میانه میدونن مثل همین قبول دارن. اکنون این رو بینید که در تاجیکستان آیا همین چیز امکان هست؟ در تاجیکستان این چیز نیست. کودک رو چی ماند باید بازی کردن در داخل مسجد، در صحنه مسجد بازی کردن نمیمونن، وارد شدن نمیمونن. و اون کودک تا وقتی که کلام میشود تا 18 ساله میشود از مسجد دور است، از مسجد دور است، از علم دین دور است، از خواندن فارسی دور است، از قرآن خوانی دور است، از حدیث دور است. و وقتی که 18 ساله میشود میرود روسیه و در روسیه او تنها از سوادی که دارد در مکتب میانه گرفته با همین حرف کریلی خواندن است. و در این موبایل در این وقت همان مبلغان گروه های تبلیغ افراطی با حرف کریلی با آنها معلومات پیشنهاد میکنند. مرحمت میگه خون وقتی که در تلگرام و اینترنت سایت ها با حرف کریلی درباره دین معلومات های دروغ رو میگیرن، آنها پیرو میشون با همینجا. چون که انسان خودش همچون یک شخص، یک چی میگوید حرکت، یک تشنگی دینی داره. یه میخواد که در با دین علاقمند است. یعنی قلب انسان چنین است. اما وقتی که در مکتب این رو ندید، در جوانی این رو ندید، در کودکی این رو ندید، در اویله ندید، رفت روسیه، اینترنت رو باز کرد، مرحمت معلومات دینی راست و دروغ در دستش هست و اون میرد فریفته همون راه. اما این بچه‌هایی که در اروپا قرار دارن، دولت دنیوی است، مسجدش باز است، زنان با سطرشون، مردم با همون لباسشون، هر کسی که با لباس هیچ کس مشکلی نداره. وقتی که آنها در برابر علم دینی یا برابر علم دنیوی که در مکتب میخوانند که حتمی است، در برابر آن امکان دارند که با زبان مادری خودشان، با زبان رسمی دولت از دین خبردار شوند، هیچ نباشد اساسهای دین خبردار شوند، آنها فردا نمیروند دنبال کدام یک مبلغ دروغگو. همین خیلی نیست؟ بله. این فرق تاجیکستان و فرانسه که تو دولت هر دو هم دنیوی است، اما در اینجا در مسجد باز است، در اونجا در مسجد محکم است. اونجا ملاها میبرند در یک امر معروفشان ورق را میگیرن، 64 مراتب امر پیشوای ملت، نام پیشوای ملت را میگیرن و در اینجا درباره حدیث و درباره احترام پدر و مادر، احترام جان یک نفر گپ میزنن. میفهمید فرقش رو؟ همین بود نظری من که در این باره درباره دنیویت بودن دو دولت. و البته که میدونم که شما هم در این باب هر گفتنی دارید. مرحمت. بله واقعا مثلا این حرفای شما درست است 100%. من طرفداری میکنم و ببینید که در تمام اروپا، در همین جای ما هم در تمام اروپا مسجدها مکان تفریح بچه‌ها هست، بچه‌های خردسال است. حتی در عهد پیامبر، در عهد خلفای راشدین و بعد از آن هم مسجد جای تفریح بچگان بوده است. یعنی که ببینید که همون مثلا عهد پیامبر که مسجد یعنی که چگونه فعالیت می‌برد، در اروپا همون چیز دیده می‌شود. یعنی که جای تدریس، جای تفریح بچه‌ها، جای نماز خواندن، جای مشورت مثلا بزرگان، یعنی همین گویم که فونکسی مسجد در عهد پیامبر همین چیزا اجرا میکرد. در اونجا مشورت میکردن، در اونجا چی میکردن،
تفریح برای حتی برای زنها هم اگر ببینید که یک حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که حتی مثلا عایشه مثلا میدونه از چون خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد بود، مثلا میدونن که چگونه مثلا مردم در اونجا دایره میزنند و تفریح میکنند. یعنی که مسجد هم برای کلانساران جای تفریح بود، برای بچگان بود، هم جای مثلا تدریس بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین در هم جای عبادت بود و هم جای مشورت و مصلحت ها بود که امروز واقعا در مسجدهای کشور ما و کشورهای اروپا همه چیز عملی می شود. اما در کشورهایی که گویا که جامعه اسلامی هست، جامعه اسلامی هست، مسجد در اونجا خیلی بسیار حتی همیشه تاجیکستان میگفت که ببینید که مسجدهای تاجیکستان از مکتب زیاد است. با این قدر مثلا با نفرت گام میزنن که گویا که هیچگاه مثلا مسجد از مکتب چی زیاد نشود شمارش، اون رو میبستند و تا امروز بسته ایستادند. یعنی در تاجیکستان من شما مسجد رو تمیخ سخت محدود کرده است که به هیچ کس اجازت نیست همینجا میبیایی مثلا در رو نماز میخونی برونده میری. بسیاری اکثریت حتی نمازهای خود رو در تاجیکستان در مسجد نمیخونن، در خانه خود میخونن، با خاطر آنکه ترس رو به وجود آورده است. و همین سبب اساسی است که باید امروز در تاجیکستان باید مسجدها فونکسی خودش را اجرا کند، برای بچگان تفریح باشد. اونجا اجازاتی هست که اون قانونی که با نام یعنی که همون 18 ساله نماد قانون درباره پدر مادر بود. به فکر من که در همونجا بله مسئولیت پدر و مادر است که در اونجا هم معین کرده است که باید تا 18 ساله یک جوان وارد مسجد نشود. پس این جوان از کجا گفته شما معلومات های دینی گیرد وقتی که مسجد فونکسی خودش رو اجرا نمی کند؟ برای اینا معلومات یاد، قرآن خوانی یاد گیرد، زبان فارسی یاد دهد، معلومات های دینی تمدنی اسلامی یاد دهد. یعنی که همین چیز نیست است. برای همین من دیروز یک کارمند مرکزی تحقیقاتی استراتژی جمهوری تاجیکستان رو گوش کردم. در همونجا گفت که تحلیل های آنها نشان داده است که 80% تاجیکانی که شامل داعش شدند، آنها 80% آنها معلومات دینی ندارند. مرحمت بله خودشان گفته هستند که حالا لازم اینجا نویستم 80% تحلیلشان نشان داده است که 80% آنهایی که شامل داعش شدند، مرحمت هر کسی که باور ندارد به یوتیوب سر زند، افراطگرایی من نوشتم افراطگرایی، یکم ویدیویی که برآمد همون کارمند تحقیقات استراتژی در اونجا باز یک ژورنالیست صحبت دارد و در همونجا گفت که تحقیقات ما نشان داد که 80% تاجیکانی که شامل گروه دهشت افکنی داعش شدند علمی یا مثلا سواد دینی ندارند. مرحمت شما ببینید که مثلا اونها واقعا گپش درست است. اینها مثلا سوادی وقتی که دینی ندارد و میبیند که در روسیه آزادی هست، در اونجا مسجد ها هست و تمام مثلا میتوند سایت و اینترنت ها رو استفاده ببرد و از اونجا واقعا اون میسیونرهایی که یا مبلغایی که میخواهد از این بیسوادی و نادانشی ناآگاهی تاجیک استفاده برد و این چیز خیلی برای میسیونرها خیلی معلوم است. اون میسیونرها خیلی دانا هستند، باسواد هستند و تجربه و ملکه مثلا به خود جلب کردن و به این گروه ها شامل کردن دارند. حتما به دام همین ها تاجیکای ناآگاه، تاجیکایی که در تاجیکستان خودش سواد دینی نگرفته است و سواد دینی گرفتن برایش جنایت هست در تاجیکستان، حتما که بسیار شما هم میدونید و ما هم میدونیم که هر کسی که دانشی دینی یا قرآن خوانی رو می‌آموزند حتما اون معلم یا امام خطیب رو حبس میکند. برای همین سواد در اونجا گرفتن ممنوع است، مسجد رفتن ممنوع است و در پیش چشم مردم مسجد رو میبندند، دیسک کلوب و رقص خانه میکنند. مردم حتما وقتی که به خارج میرود از اونجا به دستای میسیونرها میافتد. این است که فرق شما که گفتید واقعا خیلی درست است. از همین سبب اروپا برای دست ندادن یا شرایط را خفناک نکردن و آزادی را برای دیندارا دادن، ببینید که مسجد را چگونه آنها تبلیغ میکنند. تمام آزادی هایی که در دین هست آنها را برای مردم مسلمان دیندار آنها را اجازت میدهد و حتی خیلی گفتید من خیلی از همین چیز خرسند هستم که
бачаҳои мани шумо дар масҷид меравад бо дигар бачаҳои миллатҳои дигар ё ҳатто бо тоҷикҳои худ дар он ҷо масалан бозӣ мекунанд, тафреҳ мекунанд, даводав мекунанд. ман вақте ки ҳамин бачаҳоро дар масҷид мебинад ки даводав мекунанду хеле хеле хурсанд ҳастанд ва дар охир мешинанд ибодат мекунанду як-ду калима масалан аз имом хатибо дарс мехонанд, хеле хурсанд ҳастам ва ман ҷонибдори он ҳастам ки дар Тоҷикистон ҳам ҳамин масалан сиёсати дурусти динию диндорӣ таҳсиб шавад ва як ақли солим ғалаба кунад ки масҷидро дар роҳи дуруст истифода бурдани онро биомӯзанд. бале, воқеан мо ҳамин чизро бояд эътироф кунем. давлатдорон ҳам бояд эътироф кунанд. мардум ҳам бояд ки аз ин гуфтаҳо ҳозир мо натартем. ҳоли дар давоми ҳамин 30 соли ва ҳукуматдории Эмомали Раҳмон барои мо чунон барои як фазои муҳайё карда, фазо овардан дар Тоҷикистон ки гап задан дар бораи дин ва гап задан дар бораи масҷид гӯё як ҷурм бошад. назар гуфтан, ҳатто коршиносон дар ин бора вақте ки ҳарф мезананд дар дохили Тоҷикистон хеле эҳтиёткорона гап мезананд. ҳоло метавон гуфт ки ҳатто коршиносоне ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд дар бораи дин ва умуман дар бораи масҷид вақте гап мезананд хеле эҳтиёткорона гап мезананд, чунки ҳамин фазоро чунин сохтанд. мо як нуқтаро бояд эътироф кунем. мардуми Тоҷикистон, фарқ надорад ӯ тоҷик аст, ӯзбек аст, қирғиз аст, дигар мардуми Тоҷикистон ҳамин диндорӣ ва муносибаташон ба дин аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад. ин дар хеле ки бузургони гузашта гуфтаанд, ҳамин дин худаш як сутунмӯҳраи миллати мо шудааст. сутунмӯҳраи миллати мо шудааст. мо бе ин чиз наметавонем. ҳоло дар ҳамин Аврупо қарор дорем. вақте ки бо аврупоиё гап мезанем, мо мегӯем ки дуруст шумо фарҳанги дигар доред, аммо фарҳанги мо чунин аст ки мо бо будани мо, фарҳанги мо, маданияти мо бо дин часпидааст, канда намешавад ва бедин мардуми мо вайрон мешавад. шӯравӣ дар давоми 70 сол зад теша, баъд аз ин Раҳмонов 30 сол дигар зад ва дар натиҷа мардум ҳозир ба гуфти русон мебахшида нитуда нисуда шуданд. на маълумоти дунявӣ хуб дорем, на маълумоти динӣ хуб дорем. ва чӣ хел ки ҳоло инҷо шумо гуфтед, воқеан давлат, ҳукумат ва ҷомеа бояд ба хулоса биёяд ки масҷидро ба як абзор, ба як омиле табдил бояд дод ки ӯ барои тарбияи мардум, тарбияи ҷавонон нақши муҳим мебозад. ӯ нақшро ба ӯ бояд баргардонд то ки мардум ифротгарон нашавад. чӣ хел ки ҳоло гуфтем, як бача аз мактаб мебарояд, дар мактабе ки ғайр аз ҳамун мебахшед ҳақорату дигару дигар, таблиғи Раҳмонов, муаллими мисол ман бахшиш мепурсам, ҳама муаллим не, албатта баъзе муаллимҳои фосид ва инҳоро мебинад, меравад Россия ё дигар кишвар, ӯ ғайр аз ҳамун хондани кириллӣ дигар ҳичи намедонад. аксарияти тоҷикон ҳаминанд. ғайр аз хондани кириллӣ дигар намедонад. ӯ агар хонда ҳам натонад, видеоро тамошо мекунад. вақте ки видеоро мемонад, як интернет дигар дарвози боз аст. як мубаллиғ дигар ҳарфҳое мегӯяд ки дар ҳаёташ нашунидааст, аз падару модараш нашунидааст, аз муаллимаш нашунидааст, масҷид нарафтааст, нашунидааст. бо он ҳарфҳое аз мубаллиғ мешунавад. чӣ хел ки шумо ҳозир гуфтед онҷо мубаллиғ ӯ худаш профессионал аст, ӯ психолог аст. дар ҳамин хел таъсир мекунад ба ин ҷавони тоҷик ки дигар ин фирефта мешавад, фирефтаи ҳамун нафар мешавад. ва вақте ки як ҷавони тоҷик агар дар Русия таълим гирифта бошад, ибораҳои диниро бо ҳамун лафзи ё гӯем шеваи русию қавқозӣ талаффуз мекунад. мисол вақте ки мо мегӯем ақида, онҳо мегӯяд ақида, яъне бо ҳамин талаффузашон. ҳатто ин ман мисол бар ин зид нестам, аммо ин нишони он аст ки онҳо ҳамун таълимотро дар дигар ҷо гирифтанд. ҳол он ки дар Осиёи марказӣ устодони дин дар гузашта аз ҳамин тоҷикҳо буданд ки таълими дин медоданд. ҳол инро бинед. аколиҳоҷо мавзӯъро хай ба дарозу накашем, лекин ин мавзӯъ муҳим аст, бояд гуфта шавад. бале камтар шумо вақт кун, дигар 60 дақиқа не, ахира 70 дақиқа кунед. барномаи мо 60 плюс аст. плюсаш дигар дар дасти худамо. ина бинед ки дар баромадҳои охираш Эмомали Раҳмон гуфт ки барои пешгирӣ аз ифротгароӣ яке аз роҳҳояш мазҳаби ҳанафӣ аст. ва мисол овард ки баъд таблиғгарони мақомот гуфтанд ки сабаби
مذهب حنفی رو اعتراف کردن رئیس و امام رحمان همچون پیشگیری از افراطگرای اون است که این اولش که امام این مذهب است و از تاجیکان است، بعداً خوش علم دینی را هم دارد، دنیوی را دارد، داشت در گذشته سردار بود. خلاص همین چند سبب ها رو آوردن. وقتی که ما خود تاریخ امام اعظم رو میخوانیم، در آخر همون نفر راهبر مذهب راضی نشدن وظیفه قاضیگی را گیرند، چون گفتن حاکم ظالم است، حاکم ظالم است و من قاضیگی را نمیگیرم و رفت بردن زندان کردم و در زندان اون نفر وفات کرد. چنین است. یعنی امام اعظم رحمت الله علیه قبول نکردند که برای یک ظالم قاضی شوند، حکم او را مهر زده با حقیقت تبدیل، یعنی با فرمان تبدیل دهند. چون امام رحمان عیناً همون ظالم است، بدتر از او است. و امروز بعضی از مفتی های ملاها دی درباری میبرایند حرف او را با فتواهای خود حرف کج او را راست میکنند. چنین است؟ بله درست است. بله واقعا درست است. ببینید که حالا به توجه خود حکومت جمهوری تاجیکستان چند مسئله مثال میبرم. ببینید که همین از شما درباره امام ابو حنیفه و دیگر بزرگان اسلامی مثل امام بخاری، امام مسلم، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی و اون دیگر عمر خیام، هر کسی ببینید اینا از مدرسه برآمدند، از مسجد برآمدند. امام ابو حنیفه در نزد استادشون حماد مثلا در کجا تعلیم گرفتند؟ در مسجد تعلیم گرفتند. یعنی حالا ببینید که امام ابو حنیفه رو بیش از میلیون ها نفر میشناسد و مذهب او رو قبول دارد و طبق مذهب همون چیکار میکند؟ شریعت خود رو اجرا میکند، دینداری خود رو مثلا به اجرا میرساند که میلیارد نفر است، میلیون میلیارد نفر طبق مذهب امام ابو حنیفه. اینه که یک مثلا فرض یک امام ابو حنیفه ببینید که از مسجد برآمده است. مسجد چنین یک برکت دارد که چنین آدمای جهانی می آفرد. الا نگاه کنید شما، ما اکادمی در تاجیکستان داریم، دانشگاه‌های مثلا پور در اصفهان هم دانشگاه نمیدونم شاید شده باشد، در خوجند مش یک سالهای 92 یک دانه دانشگاه دولتی خوجند بود، حاضر ده ها دانشگاه هست. آیا ما همین دانشگاه‌ها اکادمی‌های ما آیا مثل امام ابو حنیفه یگان نفر برآمده است؟ نیست. چون امام ابو حنیفه و سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، عمر خیام، رودکی اینا همش از مسجد از مدرسه برآمدند. یعنی که مسجد و مدرسه چنین بزرگان رو تربیه میکند که وقتی که فونکسی خودش خیلی که شما گفتید فونکسی خودی مسجد اگر اجرا شود، در اونجا تعلیم داده شود، مثلا تو تعلیم مدرسه تعلیم مسجد خیلی بزرگ است، خیلی کلان است. مثلا با قرآن در برابر مکتب های بله در برابر مکتب ما اون نیستیم که مکتب باشند، بله باشند مکتب ها، مدرسه ها، مسجد باید فونکسی خودش اجرا کند. وقتی که ببینید حالا همین بزرگان ما که در همین من در مخالفت حتی در همون کارشناس هایی که امروز درباره همین عبدالله رهنما یا مثلا رستم عزیزی و نفرای دیگری که هستند، باور کنید همونا که در اون سن سال آنها در مسجد و مدرسه ها بود، تعلیم مسجد و مدرسه گرفتن که این قدر مثلا تفکری مثلا آزاد و تفکری وسیع دارند. حالا بسیار در نزد همین بله همین حتی مثلا ما همین مخالفان سیاست امروزی جمهوری رحمان رو ببینیم حتی همون آدمایی که آزاداندیش هستند و نفرانی که تفکری مثلا واقعا وسیع دارند، همه اینا در مسجد و مدرسه تعلیم گرفتن، در برابر دانشگاه خواندن، در برابر مکتب رفتن. یعنی این مسجد وظیفه‌ای که اساسی خودش رو اگر امروز حکومت جمهوری اسلامی اجازه دهد و اون فونکسی که مثلا باید که مسجد آن را اجرا کند اگر دهد، باور کنید مردم ما سوادناکی و زیاد خواهد شد، هیچگاه به افراط و افراطگرایی دست نخواهند زد که امروز واقعا
بیشتری مثلا چاپلوسان رژیم رحمانوف یا طرفداران امام رحمانوف همیشه درباره افراطگرایی دینی گپ میزنند. اصلا افراطگرایی دینی یک تلفظ بیکاره است، یک تلفظ نادرکاری است. اما اصلا این مثلا ترمین اصلا وجود ندارد. افراطگرایی دینی در دین افراطگرا نیست است. هر کسی که حتی پروردگار سپارش داده است که در دین مثلا در دین خود زیادروی نکنید. همون آیت نساء سوره نساء آیت 171 اگر فراموش نکند آمده است که مثلا در دین خود افراطگرایی دیگه که پروردگار سپارش میده هر کسی میده در دین افراطگرایی نیست است. یعنی که حال جامعه جهانی که مثلا بعضا مثلا در همین مسئله اسلام دینداری مثلا خیلی مثلا یک سیاست‌های بعضا نادرست هم وجود دارد که یعنی که مثلا از سال همون 2001 وقتی که در امریکا همون حادثه که مثلا شد و ضد اسلام بعضی سیاست ها شد، این را جمهوری تاجیکستان مثلا همین ترمین رو استفاده میبرد و امروز چوپلوس ها و طرفداران امام رحمانوف همیشه درباره افراطگرایی دینی گپ میزنند. افراطگرایی دینی اصلا درباره افراطگرایی دنیوی یا اصلا خود درباره افراطگرایی آنها صحبت نمیکنند، چون که میدونند که مبارزه امام رحمانوف با همین دین و دینداری است، با همین افراطگرایی دینی است و برای خودش رو شیرین کردن خیلی گفتیم به جامعه جهانی همین افراطگرایی دینی در تاجیکستان رواج دادن و آن رو مثلا نشان دادن میخواد. خلاصه که وقتمون خیلی هم به فکرم کم موند. خلاصه همون دین و دینداری معنی شما و فونکسی که مسجد باید که در تاجیکستان عملا اجرا کند مردم را از افراطگرایی 100% امین نگاه می‌دارد. مسجد یک باریر، یک سپری خیلی خوب است که مردم را از افراطگرایی باز دارد. برای همین من خیلی که گفتم حتی مثلا باید که حتما جمهوری تاجیکستان همون شکلی که پیشتر فونکسی خودش رو مسجدها اجرا میکرد در سالهای 90 92 تا 2000 باید همون فونکسیش رو اجرا کرد که شکلا مثلا آن رو اجرا کنند، عملا یا آن رو اجرا کنند و ببینیم که انشالله همون افراطگرایی که آنها میگویند یک باریر یا یک سپر مسجد خواهد شد. البته خیلی خوب کلهم جان، واقعا حرفاتون درست. برنامه ما هم قریب که از وقتش گذشته باشدم، خیلی صحبت گرم بود. درست این حرفاتون درباره رستم عزیزی که ولی گفتید که مثال همونها و عبدالله رحمنما از مسجد برادر واقعیت است. من خودم از ظفرآباد هستم و با جناب رستم عزیزی از یک شهرم، یک او هم از ظفرآباد است، ما هم از ظفرآباد. یعنی اون نفر واقعا در حالی که در مرکز اسلام شناسی کار میکنه، او تعلیم در وقت مکتب خوانیش در برابر مکتب درسی در مسجد هم درس میگرفت و حالا میتواند درباره دین مثال حرف زند، چون که خیلی گفتید جهان بینیش وسیع است. از آن سبب که در مسجد هم او تعلیم رو گرفته است، تعلیم مسجد هم دارد. اگر حکومت خواهد که چنین کادرها بسیار باشد، باید که درهای مسجد را چون پیشتر برای مکتب بچه‌ها و جوانان باز کند. همین بود دوستان برادران عزیز برنامه امروزی ما. کلهم جان در آخر سخن مرحمت هر چی گفتنی بودید مرحمت گویید با همین برنامه را تمام. یک جمله دیگر اگر انشالله همین برنامه شما رو به آخر رسانیم، ما یک چیز فهمیدم که افراطگرایی یک شکلی بوده است که اگر آن حقوق و آزادی های انسان و شهروند را پایمال میکند، یعنی افراطگرایی با همین شکل فهمیدن ممکن است که هر عملی که حقوق انسان را پایمال کند، یعنی که حقوق انسان و شهروندان را پایمال کند، این یک افراطگرایی است. ببینید که واقعا در افراطگرایی همیشه حقوق انسان پایمال می شود. تا اونی که ما اگر خواهیم که مثلا پیش افراطگرایی گرفته شود، واقعا باید حکومت جمهوری تاجیکستان احترام به حقوق انسان داشته باشد. تشکر. سلامت باشید کلهم جان. تماشابینان محترم، در مهمانی ما بودن عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان برادر عزیز ما الهام جان یعقوب زاده، یکی از فعالان سیاسی و یکی از راهبران عمده پیمان ملی تاجیکستان. خوش آمدید کلهم جان. با که دعوت ما رو قبول کردید از این می‌نداریم. خیلی حرفای گفتید که چه میگوید برای شنونده ما خیلی باور دارم که ضرور بود. دوستان عزیز، شما بودید در برنامه 60 دقیقه کانال پیمان لایو که مربوط به پیمان ملی تاجیکستان است.
آبونه شدن و فکر و نظرهای خود را نوشتن را فراموش نکنید. موضوع امروزی ما بود یعنی با سیاست امام علی رحمان همچون یک مناسبت با افراطگرایی. ما حالا فهمیدیم که در این صحبت عامل‌های پیدایش افراطگرایی این پیدا میشد از خود همون یک حاکمیتی که امام علی رحمان دارد در دوام 30 سال، یعنی خودش به هیچ کس نمیخواد که حکومت را، یعنی خودت افراطگرایی است. بالای این زم میشد فساد، بالای این زم میشد قدرت نمایی امام علی رحمان و خانواده او از یک محله سر کرده تا سطح جمهوری بالای مردم فقط با قدرت گپ میزنند. در مردم هر روز با فساد روبرو میشد، اما دردش را به هیچ کس گفته نمیتوند. وقتی که یک حرفی مصلحت میتهد یا حرف علاج کار رو میپرسد با او با قدرت با زور جواب میتهند و سخن او رو در گلویش خفه میکنند. وقتی که به میدان میبراید خیلی که در خاروخ بود، در روشان بود، او رو در جایش به قتل میرساند. و یک سبب اساسیش که در اینجا ما گفته گذاشتیم در برابری فساد و در برابری زورگویی و در برابری نقض حقوق انسان این بسته بودن درهای مسجدهای ما است. ما خیلی گفتیم مردم ما، ملت ما و حیات خود را با این دوام 1400 سال 1500 سال با مسجد، با دین و گذشت پیش از این هم حیاتش با دین و با آیینش وابسته بود. وقتی که این رو محکم میکنید، این راه رو محکم میکنید، این در رو محکم میکنید، این مردم مجبور میشه دری دیگر میجه و در نتیجه به دام میسیونرها و یا تبلیغگرانی که به گروه افراطی دعوت میکنند با آنها میافتند و در نتیجه میبینید که با یک کارهایی که برای یک انسان، برای یک مسلمان زیبنده نیست، به عموما برای یک انسان درست نیست، به اون دست میزنند. و در آخر همین را گفتنی هستم که مردم عزیز، شما هر یک شما میتوانید در همین راه برای پیشگیری از افراطگرایی سهم داشته باشید. خیلی سهم کوچکترینی که میتوانید کرد این یکمش که از حق و حقوق خود دفاع کردن را آموزید. وقتی که شما حق خودتان را میبینید که پایمال شده است و آن را دفاع کرده توانستید، این پیش راهی به افراط داده شدن خود شما را میگیرد. وقتی که فرضاً حق مرا پایمال کردم و من به جای حرف گفتن، صدا گفتن دست میزنم مثلا به یک شکست و ریخت، این الگوی وضعیت رو مشکل تر میکنم. این اصلاح کار نیست و من انتخاب کردم راهی که برای حمایت حق خود منبر را استفاده بردم، سخنم را استفاده برم، قلم را استفاده برم. و چنین افراد در طرف ما تاجیکان خوشبختانه هزارها هستند که امروزها حرف خودشان را میگویند. و در آخر امیدوارم که این حرفا البته کمترین باشد سهم خود را برای بیداری ملت میگذارد و شما عزیزان را در پناه خداوند میسپارم. تا هفته آینده به خانواده شما خداوند فیض و برکت عطا کند و به همین مخالفان و تاجیکانی که حال در اروپا قرار دارند مراجعت کرده گفتنی هستم که وقتی که امام علی رحمان با اروپا سفر میکند شما با طرف نباشید. کسی امکانیت دارد باید سفر کند به ایتالیا و بر ضد امام علی رحمان شعار دهد و به جامعه اروپا نشان دهد که ما مخالفان نیست هستیم و کسی امکان سفر کردن ندارد با مبلغ با دیگر راهها کمک کند تا این مردم توانند به این شهر به روم سفر کنند یا به پایتخت ایتالیا. و این همه با اون مقصد گفته می شود که صدای ملت تاجیک به جهانیان گفته شود، چونکه تاجیک و تاجیکستانی در داخل تاجیکستان صدایش برآوردن مشکل است. وقتی که صدا برآورد او را به عیناً افراطگرایی گناهکار میکنن و روانی زندان میکنن. و حالا اینجا در اروپا ما امکانیت داریم تا صدای همون مردمی که در تاجیکستان زیر ظلم و زیر اذیت قرار دارند صدای آنها را گوییم. خیلی که در یکی از برنامه‌های سخنرانی‌های راهبری گروه 24 برادر سهراب ظفر که آن را حالا متاسفانه
مقامات تاجیکستان را دزدیده برده باشند. در یکی از برنامه‌هایش گفته بود حالا اگرچه این برنامه با پیمان ملی ربط دارد اما من اون حرفا را برای خودم همچون یک درس نوشته گرفتم و اون را حالا میگویم که ما مخالفان، یعنی ما حالا سخن به سخن اون کلمه به کلمه اون حرفا را نمیگویم، لیکن مضمونا چنین است که ما مخالفانی که در این اروپا قرار داریم ما باید زبان و عمل مردم همون تاجیک که در تاجیکستان باید باشیم، یعنی حرف آنها رو ما باید گفته توانیم. میفهمید؟ ما همین حرفا رو با تمام مخالفانی که در اروپا قرار دارن و تمام تاجیکان فعالان سیاسی در همینجا میگفتنی هم که هستم که شما خود را همچون نماینده ملت تاجیک در اروپا حس کنید و این مسئولیت را اجرا کنید. باقی خداوند نگهبانتان تا شنبه آینده. خداوند به خاندان شما و خود شما فیض و برکت عطا کرده باشد. خداحافظ.